انجینر محمد ناصر صمدی. صمدی صاحب ماشاءالله نامتان هم قدر با تخلصتان با القابی که دارین طولانی است. قربانتان بخیر باشین. شکر که داریم. قدم نزنیم اینجا. نه این سرک هم خیر شده. حداقل یک زیبایی همین ساحه هم داشته باشیم. جریان کار هم دوستا ببینن. شاهراه کابل شمال در حال قدریزی است. چقدر شاهراه را آماده ساختین انجینر صاحب؟ چند روز است که کارا شروع شده بخیر؟ پروژه لاتسه کوتل خیرخانه که شروعش از سرای شمالی الی سر کوتل به طول 3647 متر به عرض 27 متر شامل پیاده‌رو و جویچه دیوارای سنادی و همچنان 5 پلچک می باشه. فعلا ما شما در قسمت 2.5 کیلومتری سرک قرار داریم که از قسمت سرای شمالی الی 800 متری قبلا اسفالت شده بود و از نقطه 850 متری این سرک سمت چپش به عرض 9 متر و 30 سانتی به طول 930 متر آماده اسفالت بندرکورس است که ما شما شاهدش هستیم. بسیار خوب. انجینر شد در بالای این پروژه ما شاهد طبقات سرک هستیم که اونجا کار جریان داره، یعنی دو طرف شما دو سمت کار میکنید. از قسمت 4430 متری سرک که فعلا آماده اسفالت بندرکورس است، از او به طرف سر کوتل گفته تا آخر پروژه را سمت راست سرک به عرض 12 متر انشالله و رحمان تا 2 هفته آینده آماده اسفالت میشه و سمت راستش اسفالت میشه که سمت چپش فعلا به خاطر عبور و مرور موتورا و سمت راستش فعلا آماده کار است که لیرای طبقه اول و دوم بسکورس ما روان است و انشالله و رحمان کوشش میکنیم که سمت راستش تا آخر پروژه را تکمیل شود. انجینر صاحب بالاخره این پروژه چی وقت به بهره برداری میرسه؟ دوستای ما انتظار میکشن. فاز سوم کوتل خیرخانه سایش هم بسیار وسیع بود. شما هات کتنگ هم داشتین و چالش های دیگه هم داشتین. بعضی کانال ها رو ما شاهد بودیم که شما ساختین، دیوارای استنادی ساختین. این پروژه بود که کمک زمانگیر بود. بالاخره چی زمان شاهد افتتاح این پروژه هستیم؟ انشالله و رحمان که تا ختم سال این پروژه تکمیل میشه. فعلا ما هم در قسمت سرای شمالی در پیاده روی سرک کار شروع کردیم. در این قسمت هایی که فعلا هستیم در سمت راست از این سنگ فرشا داریم که فعلا زیر کار است. همین اسفالت ما بخیر تکمیل شود، هم سنگ فرشای ما و هم پیاده روی ما تکمیل میشه و تا ختم سال انشالله و رحمان که پروژه بهره برداری میرسه. بسیار خوب. حداقل سرکش آماده میشه تا 3 ماه 4 ماه آینده بخیر. انشالله. بسیار خوب. شاهد ازدحام نیستیم. 17 ولایت وصل بسازه؟ بله، مکمل سمت شمال یعنی 17 ولایت همین مسیرش است و از این قسمت موتوراش عبور مرور میکنه. ما چالش های خود داشتیم. یکی از چالش های عمده ما همی بود که در عرض سرک، در تمام عرض سرک ما کار کردن